چند روز است که یک تعداد شایعات پخش شده که یوتیوب فارسی از بین رفته یا هم درآمدش کاهش پیدا کرده. کسایی که آی پی ایران داره یا مثلا آی پی فارسی داره که مخصوصا کشور ایران و افغانستان اینجا هسته، میگه اینا درآمدش از بین میره یا از بین رفته. خب خیلی دلایل دیگره، ولی تا به حال هیچ کدام از اینا یک سند قانع کننده را ارائه نداده که مثال نشان بده که اینی مسیر اشتباه است دیگه نروی، یا هم اینی سندش که درآمد قید شده یا مثلا به اینی دلیل مسدود شده یا خیلی چیزای دیگه. ممکن است بعضی محدودیت هایی که مثل افغانستان، ایران، بعضی کشورهای دیگه داره وجود داشته باشه. ممکن است که این محدودیت ها بیشتر و بیشتر شده باشه، ولی آنچه که مهم است این است که ما را از این مسیر نمیتونه باز داره. دلیل اصلیش ایست که خیلی کسایی که در یوتیوب فعال میکنه بر اساس یک شوق و علاقه کار میکنن و تلاش میکنن. پس به نظر شخصی بنده حتی اگر یوتیوب مثالش یک درآمد ناچیزی که از طریق تبلیغات و چیزام برای خیلی کانال ها میته و نته، ممکن است که می افراد بتونه از طریق اسپانسرشیپ ها، از طریق بیننده ها و خیلی کسای دیگه یک درآمد مورد نیازی که خودشان داره و لازم میبینه از این طریق پیدا کنه. پس امیدوار هستم که اگر این ویدیو رو میبینین و خودتان هم یک یوتیوبر شدین تازه مثل ما وری، ناامید نشوین و بر راهی که آمدین تا به حال را فکر کنین و ادامه بدین. ممکن است 1 سال 2 سال زمان ببره، ولی از شما، از خودتان، از کانالتان یک برند شخصی ساخته میشه و اینمی برند میتونه شما را در تجارت های کوچکی که خودتان بخواین ایجاد کنین یا مثلا بعضی فعالیت های جانبی که داشته باشین به او قسمت شما را یاری برسانه. پس امیدوار هستم که موفق و سلامت باشین.